نوید سالهای آینده پیش رویش می درخشید و ندایی خوش سر می داد. هنگامی که فرود آمد گویا مدتی از تشکیل شورای مرغان می گذشت. در واقع منتظر جاناتان بودند. جاناتان لیوینگستون، مرغ دریایی، وسط بایست. کلام مرغ ارشد لحنی بسیار رسمی داشت. در وسط ایستادن تنها یا به معنای ننگ و شرمی بزرگ و یا به موجب افتخار راهی بود که از آن طریق رهبران پیشرو فوج معرفی می شدند. جاناتان اندیشید حتما فوج امروز صبح شاهد موفقیت غیرمنتظره من بوده است. اما من افتخار نمیخوام. آرزوی رهبری فوج را هم ندارم. فقط میخواهم آنچه را یاد گرفتم با آنان در میان بگذارم تا افقی را که پیش روی همه ماست نشانشان دهم. گامی به پیش برداشت. مرغ ارشد گفت: مرغ دریایی، جاناتان لیوینگستون، به خاطر این ننگ مقابل فوج مرغان در وسط بایست. انگار ضربه‌ای بر او وارد آمد. زانوانش سست شد. پرهایش فرو افتاد و همه‌ای در گوشش پیچید. در وسط ایستادن به خاطر ننگ غیر ممکن است. آن پیروزی بزرگ. متوجه نیستند. اشتباه می کنند. صدای خشک و رسمی با بر زبان جاری ساختن این کلمات بلند شد: به دلیل وظیفه نشناسی وقیحانه زیر پا نهادن اصالت و سنت خانواده مرغان. ایستادن در وسط به دلیل ننگ به مفهوم طرد شدن از جامعه مرغان و تبعید بود. زندگی در انزوا در میان صخره‌های دوردست. جاناتان لیوینگستون، روزی فرا خواهی گرفت که بی‌مسئولیتی سودی ندارد. زندگی ناشناخته است و قابل شناخت هم نیست. همین را می‌دانیم که به دنیا آمدیم تا غذا بخوریم و تا زمانی که می‌توانیم زنده بمانیم. مرغ دریایی هرگز در پیشگاه شورای مرغان پاسخی نمی‌دهد، اما جاناتان به سخن در آمد و گفت: بی‌مسئولیتی؟ برادران من، فریاد برآورد. چه کسی مسئولتر از آن مرغ دریایی که به دنبال مفهوم و هدف عالی زندگی است و آن را یافته؟ هزاران سال است که در تکاپوی یافتن کله ماهی بوده ایم، ولی حالا دلیلی برای زندگی، برای آموختن، برای کشف و برای آزاد بودن داریم. به من تنها یک فرصت دیگر بدهید. اجازه بدهید آنچه یافتم به شما نشان دهم. اما گروه مرغان همچون سنگ شده بودند. همه یک صدا گفتند: برادری من از هم گسسته است، و در یک حرکت هماهنگ گوشای خود را گرفتند و به او پشت کردند. جاناتان باقی روزهای زندگیش را در تنهایی سپری کرد. اندوه او تنها به خاطر تنهایی نبود، به خاطر این هم بود که مرغان دیگر نخواسته بودند پرواز شکوهمندی را که انتظارشان را میکشید باور کنند. نخواسته بودند چشمان خود را بگشایند و حقیقت را ببینند. جاناتان هر روز چیزهای بیشتری یاد میگرفت. فهمید با شیرجه‌های تند در سرعت بالا میتواند به ماهی‌های کمیاب و خوشمزه‌ای که در عمق 3 متری آبگرد میآمدند دست یابد. به این ترتیب دیگر برای بقا نیازی به قایق‌های ماهیگیری و نان پسمانده نداشت. آموخت در هوا بخوابد و شب هنگام در امتداد باد ساحلی پرواز کند و از غروب تا طلوع آفتاب مسافتی 160 کیلومتری را بپیماید. با همان تسلط درونیش می توانست در میان مه غلیظ دریا پرواز کند، از مه بگذرد و به آسمان درخشان و زیبا برسد، در حالی که در همان زمان سایر مرغان روی زمین به سر می بردند و جز مه و باران نصیبی نداشتند. او آموخت سوار بر بادهای مرتفع بر فراز سرزمینهای دور از حشرات لذیذ تغذیه کند. آنچه روزی برای فوج مرغان آرزو داشت، حال خود به تنهایی به دست آورده بود. پرواز را آموخت و افسوس بهایی که برای آن پرداخته بود نمیخورد. جاناتان دریافته بود که یک نواختی ترس و خشم دلیل کوتاهی عمر مرغان است و با بیرون راندن این پندارها از ذهنش به واقع زندگی طولانی و مسرت بخشی را برای خود رقم زد. آنگاه در آن شامگاه
آن دو آمدند و جاناتان را در آسمان محبوب خود در حال پروازی دلنشین یافتند. دو مرغی که کنار بالهای او پدیدار شدند چون نور ستارگان درخشان بودند و نوری که از آنها میتابید در آسمان با شکوه شب تلالویی دلپذیر و محبت آمیز داشت. اما زیباتر از همه مهارتشان در پرواز بود. نوک بالهایشان درست در 3 سانتیمتری نوک بالهای او قرار داشت. جاناتان بدون هیچ کلامی آنان را آزمود، آزمونی که تا به حال هیچ مرغی از سر نگذرانده بود. بالهایش را چرخاند و قبل از اینکه بی حرکت بماند سرعتش را تا 1 کیلومتر در ساعت کاهش داد. دو مرغ نورانی همراه او به نرمی سرعتشان را کم کردند و در جا بی حرکت ماندند. آنان پرواز آرام را بلد بودند. جاناتان بالهایش را جمع کرد، چرخید و به حالت شیرجه با سرعت 300 کیلومتر در ساعت درآمد. آن دو نیز با آرایشی بی‌نقص به سرعت همراه او سرازیر شدند. سرانجام جاناتان با همان سرعت حرکت مستقیم خود به سوی بالا را تبدیل به چرخشی عمودی ممتد کرد. آن دو نیز همراه او چرخیدند و لبخند زدند. جاناتان حالت عادی پرواز به خود گرفت و پیش از آن که سخنی بگوید مدتی خاموش ماند. آنگاه گفت: بسیار عالی. شما کی هستید؟ ما از فوج توییم جاناتان. ما برادران توییم. صدایشان آرام و استوار بود. آمده ایم تا تو را بالا ببریم به خانه. من خانه ندارم، فوج ندارم، مطرودم. اکنون بر فراز قله باد کوهستان کبیر پرواز میکنیم. دیگر نمیتوانم این تن فرسوده را از این ارتفاع چند صد پایی بالاتر ببرم. چرا؟ میتوانی جاناتان، چون بالا رفتن را آموختی. یک دوره از درس‌هایت به پایان رسیده و وقت آن است دوره دیگری را آغاز کنی. جاناتان مرغ دریایی سراسر زندگی گذشته‌اش را به وضوح پیش چشمانش دید. آنگاه آن لحظه را کاملا درک کرد. بله، حق با آنها بود. می توانست بالاتر اوج بگیرد. وقت آن بود که به خانه برود. سرانجام گفت: حاضرم. آنگاه همراه با دو مرغ ستارگون اوج گرفت و در تاریکی مطلق آسمان ناپدید شد.